مهاجرانی که توسط قلمرو سربیا عازم کشورهای اروپای غربی می باشند، در کنار ایستگاه مرکزی اتوبوس‌ها در شهر بلگراد یک هنرنمایی تشکیل نمودند. اشتراکچیان این کنسرت که اکثراً شهروندان سوریه، افغانستان و کشورهای دیگر بودند، ابراز داشتند که می‌خواستند به این واسطه نشان دهند که آنها همراه با خود هنر و سلیقه‌شان را نیز به اینجا آوردند. روزهای اخیر شماره مهاجرانی که توسط سربیا به کشورهای نسبتاً ثروتمند اروپا به راه برآمده اند کاهش یافت، زیرا هوا سرد شده و بسیاری ها از آغاز هجرت خودداری کردند. سابق رهبر اداره امنیت ملی افغانستان امرالله صالح در یک نشست در شهر کابل سخنرانی نمود. هدف از این نشست نمایش همرأیی در مقابل حمله های طالبان بالای شهر کندوز بود که هفته گذشته به وقوع پیوسته است. صالح از جامعه جهانی دعوت کرد پاکستان را زیر فشار بیشتر قرار دهد، زیرا به گفت او اسلام آباد از حمله های تروریستی بالای افغانستان پشتیبانی می کند. صالح رهبری گروه روند سبز را که از متفقان رهبر اجرایی افغانستان عبدالله به شمار می رود بر دوش دارد. در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان دومین جشنواره بین المللی اپرا برپا شد. در این فستیوال آوازخوان‌های روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و ممالک غربی اشتراک می‌کنند. جشنواره به یاد یکی از بهترین سرایندگان اپرای زمان شوروی، شادروان بولات منجلکیف که امسال 75 ساله می‌شد، بخشیده شده است.